سلام خدمت بینندگان عزیز. امروز در خدمت آقای کوروش هستیم، یکی از دوستانی که تازه از دین اسلام به دین مسیحیت گرایش پیدا کردن و مسیحی شدن. میخوام اطلاعات بیشتر در این مورد کسب کنیم که اصلا چی شد آقای کوروش همچین تصمیمی رو گرفتید که بخواین از دین اسلام به دین مسیحیت تغییر دین بدید. من سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون و مرسی که منو دعوت کردین به برنامه‌تون. اول چیزی که بگم اینه که خوشحالم از این که مسیحی شدم و احساس خوبی بهم دست داد. شاید از جمله دلایلی که من از اسلام در اومدم، یعنی دیگه چون من مسلمان زادم، از بچگی توی کشور مسلمون، مادر پدرم مسلمون، خانواده مسلمون و مسلماً باورهای اسلامی داشتم تا اینکه به بلوغ، حداقل به یه بلوغ ذهنی رسیدم و یه سری چیزا برام سوال شد که چرا حق زن‌ها اینجا ضایع میشه، چرا حق مردها اینجا بیشتره، چرا وقتی این مثلا یکی توی خانواده فوت میکنه به مرد 2 برابر میرسه، به زن کمتر میرسه، چرا مرد میتونه 4 بار زن بگیره، عقد کنه، صیغه کنه ولی زن‌ها نمیتونن هیچ کاری این کارا بکنن. اگه بخوام بگم که دلیل این کارم چی بود، دلایل زیاده. شاید از نظر سطحی و بخوایم نگاه بکنیم این که مسیحیت با اسلام شاید شبیه به هم باشه ظاهرا. هر دو یک خدا رو باور دارن و هر دو یک کتاب الهی دارن ولی در باطن اینطور نیست. این چیزی بود که من بهش رسیدم و به خاطر همین دینتون رو تغییر. چه تغییر اساسی و بزرگی رو بین دین اسلام و مسیحیت می‌بینید؟ ببین یه چیزی که هست اینه که اسلام دین مجازاته و من مجازات رو اصلا قبول ندارم. اینکه هر کسی یه کاری میکنه باید مجازات بشه، یکی دزدی میکنه دستش قطع بشه، یکی رابطه جنسی برقرار میکنه باید سنگسار بشه، باید اعدام بشه، باید شلاق بخوره به خاطر اینکه مثلا مشروبات الکلی خورده یا اینکه تو ماه رمضان مثلا میاد روزه‌خواری میکنه. من بارها خودم تنبیه شدم، بارها خودم تنبیه شدم، مجازات شدم. چون مجازات شدم میدونم که چه احساس بدی به آدم دست میده. اگه واقعا خدا میخواد که همچین احساس بدی در آدم به وجود بیاد، در اسلام من اون اسلام رو قبول ندارم، من اون کتاب رو قبول ندارم. چه فرقی توی مسیحیت دیدید بابت این قضیه؟ چه فرقی دیدید؟ مگه در مسیحیت چطور برخورد می‌کنید؟ به مسیحیت دین محبته. مسیحیت در کل یعنی محبت. اگه از من بپرسن که مسیحیت چیه، من میگم مسیحیت دین محبته، دین عشقه. ولی اگه از من بپرسن که اسلام چه جور دینیه، میگم اسلام دین مجازاته، دین شلاقه. چند ساله که تصمیم گرفتید دینتون رو تغییر بدید؟ به قول خودتون از نظر قلبی دین اسلام رو کاملا رد کردید و حالا اینکه نه فقط از نظر قلبی و اینکه از نظر حالا واقعی کاملا ردش کردید و کنار رو گذاشتیدش. من بخوام بگم که از نظر قلبی ایمانم رو به اسلام از دست دادم حدود 12 سال پیش بود. درسته. و یه آدم مذهب زده‌ای شدم. درسته. ولی حدود فکر می‌کنم 7 سال پیش در یک کلیسای خانگی تو ایران با مسیحیت آشنا شدم. اما تحقیقات اصلی من بخوایم اگه حساب بکنیم از خارج از ایران شروع شد. اولین باری که پا به کلیسای آنکارای ترکیه گذاشتم، اولین باری که رفتم تو دیدم همه دارن ساز میزنن، همه دارن میخونن، همه دارن شادی میکنن. این چیزش برام جالب بود و هر وقت که تو هر کلیسای دیگه در هر کشور دیگه که رفتم جشن دیدم، شادی دیدم و سرور دیدم. این برام لذت بخش بود چون تو مذهب قبلی فقط سینه زنی، فقط عزاداری، فقط گریه، فقط قصه دیده بودم. اصلا برام تازگی داشت که میری یه جای خدا رو با شادی یاد میکنی، خدا رو با سرور یاد میکنی، خدا رو در نام محبت یاد میکنی، در حالی که ما در اسلام خدا رو با خشونت یاد میکردیم، قمه میزدیم سر خودمون، سر یه بچه کوچولوی 6 ساله. امروز از نظر من یه کار چجوری بگم اصلا غیر انسانیه، ضد حقوق بشری، ضد حقوق بشریه. تحمیل کنیم یکی رو به یه چیزی یه کاری انجام بده. درسته.
تو بچگیتون چه تجربه هایی داشتی؟ در مورد اینا هم خوبه که با ما صحبت کنیم. می‌دونی این که من خب مسلمانم، مسلمان نیستم، مسلمان زادم، پدر مادر مسلمان، خانواده مسلمان دارم. خب باورهای مذهبی منم از ابتدا ریشه اسلامی داشت. درسته. و اینکه بزرگتر شدم دیدم به زور باید صبح تا بعد از ظهر چی نخورم، اگه بخورم مجازات میکنم، حالا یا مادرم یا خانواده‌ام یا روزه گرفتن. بله. اینکه نمیتونم چیزی بخورم. خب این برام زور داشت. اینکه از صبح مثلا تا آخر شب که میخوام بخوابم برام هی قوانین تکلیف مثلا شده بود که نماز بخونم، 17 رکعت نماز بخونم. خب من کار دارم نمیتونم برسم. بارها به خاطر همین موضوع من مجازات شدم، تنبیه شدم تو مدرسه در حین خدمت وظیفه سربازی. این چیزی که از بچگی به من خوروندن، یعنی تو ذهن من خوروندن و من باور کرده بودم این بود که هر کس که مسلمان انسانه، هر کس که مسلمان آدم خوبیه و جای تقدیر داره. ولی اینکه مثلا اگه یه کسی مسلمان نباشه نباید ازش یه لیوان آب بگیری، یه لقمه غذا بگیری، یه چیزی بگیری بخوری. چون نجسن. باز از نظر من یه چیز غیر انسانیه، غیر حقوق بشریه. کسی که حالا مسلمان نیست نجسه، من نباید ازش یه لیوان آب بگیرم بخورم. خب این با مغایرت داشت با اون. منظورتون به خاطر اینه که مثلا توی اون لیوان شاید قبلا مثلا شراب خورده باشه؟ دقیقاً. چون مثلا یه آقای توی لیوان مثلا شراب خورده، من دیگه نمیتونم توی لیوان خونه اونا استفاده بکنم، یه لیوان توش آب بخورم. این آقا نجسه. ولی خب تو دین مسیحیت چه فرقی داره؟ دین مسیحیت دینیه که ما حتی برای دشمنانمون هم دعا میکنیم. درسته. و از خدا میخوان که اونها رو به راه راست هدایت بکنه. آرامش اینا ازش طلب. ما حتی برای دشمنان هم دعای آرامش میکنیم، میخونیم واقعا. بعد برای شما خیلی راحت بوده باشه که آقای کوروش برای آقایون که تو دین اسلام خیلی هم خوبه براشون چند تا زن عقلی و چند تا زن صیغه‌ای و اینا، شما چرا از همچین دینی که به نفع آقایونه عقب کشیدید؟ به اول چیزی که معتقدم حقوق تساویه بین زن و مرد. اینکه اگه مردا همچین حقوقی رو دارن مسلماً باید خانم‌ها هم همچین حقوقی رو داشته باشن. اگه ندارن خانم‌ها پس منم نمیتونم اون حقو به خودم بدم. یعنی از نظر وجدانی، از نظر انسانی یه کار غیر انسانیه. چرا من میتونم 40 بار زن بگیرم ولی یه خانم نمیتونه 40 بار شوهر کنه؟ حکمش سنگساره. درسته. خب من دوست دارم انسانی و حقوق بشری قبول ندارید. دقیقاً. آخرین سوالم ازتون که تفاوت بنیادی که شما تو دین مسیحیت و دین اسلام دیدین چه چیزیه؟ ببین اگه بخوام مثلا اولین و بزرگترین اختلاف بین اسلام و مسیحیت رو بگم، چون خود پیغمبر اسلام سواد خوندن نوشتن نداشت، قرآن رو گفت و به خط کوفی نوشتن و بعدها که اومدن این کتاب رو جمع‌آوری کنن باورهای خودشون و خواسته های خودشون هم القا کردن به اون نوشته ها و این تعریف شد. این که این قرآن ناب محمدی نیست. من یکی از دلایلی که باز این کتاب رو قبول ندارم اینه که این کتاب اسلام ناب محمدی نیست. از نظر شما تعریف شد. بله. خیلی خوشحال شدم آقای کوروش که در خدمتتون بودیم. دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی دوست دارم توی کلیسایی که میرید بیشتر ببینیمتون. الان با هم دیگه بریم کلیسا، جایی که میرید نیایش میکنین، بیشتر ببینیمتون و اینکه اطلاعات دیگه هم کسب کنیم، فقط اینجا نشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. در خدمتتون هستم. مرسی.